درود بیننده‌های عزیز ارجمند، این برنامه فوتبال تاجیک است و من سهرابشاه فرخشاه. ما با آهستگی از موسم امسال چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری میکنیم و این شام یک صحبت داریم با دیرکتوری تکنیکی کلوب روشن کلوب ظاهر بابایف. خوش آمدید. بیاید سوال را از این آغاز کنیم که اگر از روی جدول 5 حساب کنیم، خب برآمد دسته روشن را بهای چند ماندن ممکن است در این موسمی که پشت سر شد؟ سالهای سال میبینیم که روشن هم وقت اگر مبارزه بارد فقط برای جای اول. بله بله. و برای من این سال هم که چون که همگان میدونن در پیش دسته وظیفه بود که برای مدال مبارزه برند و در قطار البته حتی سیوم گرفتن روشن برای راهبریت روشن این نتیجه نبود. یعنی بهای چند ماندن ممکن است پس؟ یعنی که از اگر 10 بالا اگر ما گیریم میتونیم که بهای 5. بهای 5. بله از 10 بالا گیریم. اگر چی نرسید برای روشن که در سگانه جای بگیرد؟ از بازیگرانی دعوت شدن که همچون متخصص فوتبال و دیرکتور تکنیکی میگم که درجه 4 بودن. یعنی که دوم نی اگر بسیار بازیگرانی ضعیف بودن. افسوس. یعنی که برای چی خیلی بازیگر البته آن آدمایی که اونا دعوت کردن اونا در پیش راهبریت دسته جوابگو هستن. اونا هم فکرای خودشون ندارن که نبودن مبلغ که فوتبال باز بهتر بیاریم. وقتی که ما فوتبال باز میبیاریم که درجه پست است، بهتر نیست که فوتبال باز هیئت دومی روشن کلوب ما گیریم. این بهتر است. یعنی که خطایی که اونا راه میتونن همین بچه‌ها همون خطایی ممکن که راه و همین جا را ما ممکن که گیریم. خب سوالی در با میان میاد در همین جا که با اصطلاح به همین سلکسیا کی سر و کار داشت که من بازیگرانی دعوت شدن که برخی ها تا حال حاضر دیگر بازی نکردن، یک دو بازی کردن، مثلا زپاتا دیگر در هیئت ذخیروی نشست و دیگر بازی نکرد. من یک مثال آوردم، اونجا چند نفر بودن. وقت کوتاه بود و سرمربی مثلا همون زپاتا مگه گیریم یا که دیگر فوتبال بازانی که آمدن و رفتن، یک 4 بازیگر که آمدن و نتونستن آن چیزی که سرمربی میخواست، یعنی که با همون آگنتا میگین، یعنی که انسان‌های میانه رو هستن بین تیم روشن و سرمربی، بازیگران درجه پست آوردن. البته پست که آوردن اونا گفتی شما که نه اینکه بازی کردن، اونا یا بیمار بودن بسیار وقت یا که اون چیزی که تاکتیکی که مربی‌ها میدادن اون تاکتیک اجرا کردن نمیتونستن. یعنی طلبات‌های سرمربی اجرا کردن نمیتونستن. وقتی که شما میبینید که در میدان شما یعنی که 22 بازیگر است و وقتی که شما میخواهید که بازیگر را عوض کنید و عوض میکنید، فرض کنید با بازی چنین دسته با مانند استقلال و بازیگری که شما عوض کردید جوابگو نیست با اون تاکتیکی که سرمربی و مربیان میتونن. برای ما از همین خیلی بازیگران راستی که یک درس عبرت خیلی خوب شد. فکر می‌کنم که در آینده چنین بازیگران ما دعوت نباید کنیم. بسیار بازیگرانی که مهارت خوب داشتن، اما اگر موتو هم گیریم یا دیگر بازیگران گیریم یا که رحیم فهمی گیریم که روز بیرق برداری فوتبال تاجیکستان در دسته استقلال بازی میکنن، همین بازیگران باید از دست دادن نمیشدن. افسوس که از دست داده شدن، یعنی که بازیگران مایل کردن که بعد دیگه تیم گذارن، یعنی که همون کانترکت که میگیم، شرطنامه‌ای که میگیم به آخر رسید و دیگر پای دیگر رفتن. و بازیگرانی که ما آوردیم مثلا اینکه مربیان آوردن، بازیگرایی که من بنده مثال آوردم، مثلا میتونم مثال آوردم که شریدیم با بویف علی جانی کرامت الله، مثلا ایشون من دعوت کردم. یا چند بازیگران دیگر که من دعوت کردم نه مایل نکردم با کمانده روشن کلوب. این سبب‌های زیاد داشت. یعنی مایل نکردن. اینجا گفتن امکان ندارد. برای همه فکر می‌کنم که در آینده یعنی که اون ساختاری که ما داریم ساختار را کمتر دیگر کنیم، یعنی که سرپرستا و یک مثال میگم که پرزیدنت دسته چون بسیار صرف میکنن، انرژی زیاد صرف میکنن، توجه زیاد دارن به یک کس مشکل است. یعنی که باید که دیگر نفران نیز دست به دست باید شیم شهر کلوب، یعنی که سری وقت دادن مبلغ،
یعنی که یکی از همین نقصان اساسی در این دست گویا که مبلغ هست لیکن مبلغ سری وقت دادن نمیشود. شما ببینید که از جهت پسیکولوژی چه سرترینر چه بازیگران چقدر تنقیص میکشند. یعنی که برای هوای اون چیزی که مثلا در پیش ما وظیفه میگذارن پرزیدنت دسته باید که هر کس در وظیفه خودش هم انسان‌هایی که یا که دیرکتورایی که اوید یعنی مسئولین اوید مبلغ هستن اونا باید حرکت کنن که با همین سرپرستان سری وقت یعنی که دسته یکون تنقیصی نکشه. روشن زیاد مساوی بازی کرد در این موسم. علتش چی بود؟ اگر خطا نکنم 11 مساوی امسال به قید گرفته شد. چی در خانه بیشتر در خانه با مساوی ها روبرو شدید و فعلا با دسته هایی که به قولی که اوتسایدر هستند با پنچر با هولبوک اصولا خیلی مشکل داشتید، چی در سفر و چی در خانه خیلی مشکل بود با ایشان بازی کردن، در حالی که شما استقلال رو توانستید که در کلوب مغلوب کنید. درست شما قید کردید. گفتم که در تاریخ کاری بنده باور کنید که یک رکورد است، رکوردی به معنای شما خود میفهمید که بله رکوردی در ناخونک با روشن کدامی که در کلوب بیاید فقط برای یک مقصد میباید که فوتبال خوب نشان دادن که در حضور این قدر مخلص یعنی که ما باید که روشنات یعنی که چه در سفر چه در خانه ما بسیارتر در خانه دوران کردیم در سفر بسیارتر مغالبه کردیم. مثلا که ما مثال میگیریم ریگری تداست ما در خانه دوران میکنیم آماده در سفر 2-0 غلبه میکنیم یا که ارتش که جای سوم میگیریم تبریک میکنیم چون در خانه دوران میکنیم در ارتش ما غلبه میکنیم 1-0. یعنی که فکر میکنم که پیش از همه از جهت نگاه تاکتیکی حریفو شاید شما در خانه نادیده میگرفتید من همین با اصطلاح اوتسایدر ها رو که یکی از در همین فوتبال و در تمام ورزش همین خیلی است که میگن که اگر گیریم حریف تو اگر چقدر ضعیف هم باشد اگر باید که او را باید اعتراف باید البته همین نااعترافی است و همون تاکتیکی که مثلا داده میشد و بچه ها حریف همین تاکتیک ما رو می آموخت یعنی که تاکتیک حریف از دفاع 10 نفر در دفاع بود بسیار مشکلات بود لیکن که همین گره یعنی که ستاد مربیان کشاده نتونستن افسوس یعنی نبودن ممکن که آن یا این بازیگری که میتونست که یک ضربه درست زنند. یعنی ما داشتیم لحظه هایی که گلزنی بود مثلا لحظه هایی هست که میتونیم میبینیم که از 5 متر بازیگر ما یعنی که همون استعداد خوب ندارد حتی لیگیانیر هم باشد اگر استعداد خوب ندارد بعد برای هم سوال میبرید که چنین لیگیانیر به ما لازم است. این البته همین برای جوابگویی برای جای چندم رو میگیریم اینجا البته ستاد مربیان باید فکر کنن که کدام بازیگر باید گیرن. مثلا میگن که ظاهر بابای فلان بازیگر لازم است از سرزمین ما از سرزمین حرکت میکنیم بیاریم یعنی که گفت و شنید میکنیم بازیگرای خوب بیاریم لیکن وقتی که از کنار است البته مربیان خودشون میگیرن یعنی برای اونها جوابگر هستن که کی را آوردن یعنی سطح بازی آن لیگیانیرو در همین بازی که شما گفتید دورنگ است بسیار پست است هست لیگیانیروی که من میتونم با تمام هستی بگم که مثلا که آلاولوا مثلا بله هجوم کننده بسیار خوب است یعنی که همین هجوم کننده ما بسیارتر نتونستیم استفاده بریم یعنی ما باید که هجوم کننده بازیگران بهترین ما باید استفاده می‌بردیم. ما داریم بازیگرانی که پرچم بردار ملت ما هستند یعنی در تیم‌های ما می‌بینیم که تیم ملی 3 نفر هستند. بله ما با این سوال البته برمیگردیم به هر صورت. خب ببینید که از نگاه صرف انفرادی من وقتی که بازی دسته روشن رو تماشا می‌کردید بازی گروهی بازی دستوی بود اما به هر صورت من فکر میکنم که برای دسته روشن در همین بازی در همین میدان یک لیدری کاریزماتیکی نمیرسید یک نفری که باید در لحظه های درکاری مثلا بازی را به دوش خود میگرفت. بسیار میخواستیم که مثلا شیرالدین بابایف همین نقش را ببازد از لیگیانرها من همون اولاولو میتوانست این بازی را این نقش را به خود بگیرد عزیزبک حییتوف میتونست مثلا این نقش رو به خود بگیرد یا در
خطی اگر محافظه بگیریم مثلا خود گریچنکا میتوانست فرض کردیم یک نوع لیدری دسته باشد، اما به هر صورت نمایان نبود همین چیز. این صرف اندیشه انفرادی من است یا اینکه من نادرست میگم؟ شما بسیار درست قید کردید. من همیشه گفتنی است که ما همیشه گیریم اگر در هر یک لحظه های بازی، یعنی روسا سیتواسیون میگن، ما میدیدیم که در این یا آن یا که در مرکز میدان وقتی که ما با حریفا با میخوردیم ما میدونستیم که مرکز ما یعنی که با کدام سطح بازی میکنند. شما درست گفتید که چنین یک بازیگرانی که ما دور نامبر کردید اونا را باید ما چیکار کنیم؟ استفاده بریم. البته ما استفاده برای نتونستیم. برای چی؟ برای چی سطح بازی همون بازیگری که در مرکز است یا که در کنار است یا که در دفاع است یا دروازه‌بان ما یکی از دروازه‌بان بهترین بود. پارسال شما در یاد روشن نیکولاب بهترین دروازه‌بان. این سال چی شد با دروازه‌بان؟ یعنی که بسیار با خطاهایی که یک نوع عصبانی هم بود در روند همین. بله عصبانی از اول موسم کارت های زرد میگرفت، کارت سرخ میگرفت. برای هوای ما خیلی رهبریت با یک وای اومدیم که مثلا چه ما گفتن میتونیم که یعنی بسیار لحظه هایی بودن که لحظه هایی که بعد گفتن نمیشه در این بله باشه در تیم میموند. این لحظه هایی بودن که بازیگران با احساسات داده میشدن. برای چی؟ یک سوال کلان بود. ما نمیتونستیم اینجا گفته که ما اگه حتی باختیم بازی یکی بازی رو مثلا ایشون سرمربی میخواستن از تیم روان هم در اومدن یکی از اونها رفتن، دو سرمربی دعوت کردن، پرزیدنتی دسته رئیسی دسته، یکی اونها رفتن. یعنی کمی که فشار بود. لیکن نو بستن ما یکی از همون آدمایی که ما بودن که در اتاق فوتبال بازی شما هیچ جا نمیرین. این باخت شما نیست. این باخت شما نیست. که اونس گرفتن بازیگر با سرمربی وقت رو طلب میکرد. یعنی یک وقتی معین در کار بود که این مناسبت ها خوب شوند. یعنی آهسته ما دیدیم که مناسبت ها هم خوب شدن. ناوابسته همون دروازه‌بان ما که دروازه‌بان نیمی دسته است، یعنی باز به خطایا راه میداد. بله. یعنی یک خطایی که شما میبینید و میگید که من میگم خطای کودکانه هم بود. بله گاه ها همین خیلی هم میشد. برای ما بسیار صحبت هم میکردیم که برای چی با آمادگی گیرن دیگه اون چیزی به خطایی گل نمیشه. همین گل خطایی میشه که بعد حریف گل بزنه. از این خطایی استفاده میبره. بله کسی خطاگی میکنه. بله خطایی میگیره. برای خطایی که نباشه چی زیرکی دست نبود. اون تاکتیکی که ستاد مربیان میگن اون تاکتیک باید چیکار کرد؟ اجرا باید کرد. دیگه افسوس که اجرایش خیلی کم بود و با اون سوالی که شما بسیار خوب فکر کردید منم البته هم فکر هستیم برای چی ما میبینیم با هم سرمربی هم بسیار هم صحبت میشن که جایی هستن که اونها ما ای بازیگرای خوب باید پر کنیم. بله. بازیگرای ضعیف دسته روشن کلوب فکر میکنم که باید دعوت نشوند. خب من نمیتوانم از این سوال کنار روم. به هر صورت در این صحبت من این سوال رو میگذارم زیرا فکر میکنم که حال حاضر بیننده ها هم انتظار هستند که ما و شما همین موضوع رو میبرداریم یا نه. در میانه موسم خب دیرکتوری کلوب غیرتعلی میرحمدوف از مسند خود کنار رفت. خب البته این موضوع داخلی خودی روشن است. این البته حل و فصل شده است. اما من میخواستم بگویم که تا کدام اندازه ان همین نافهمی ها، خب تا کدام اندازه ان همین ناجوری ها خب به بازی دسته تأثیر میرسوندن. منظوری من تأثیر منفی البته. راستی که من نمیخوام که بر ایشون یکون سخنوی ناجا بزنم. یعنی که من متخصص فوتبال هستم و فکر میکنم که اون چیزی که بود گذشت پسی سر میکنیم و اون چیزی که از در نزد ما رئیس محترم ما میگذارن همون ما با علا باید اجرا کنیم و اون شخصی که با جای مثلا میرحمت میبیاد باید که یک شخصی باشد که بسیار دانا باید باشد، یک شخصی که باشد که از عهده همین کار باید برآمده تاند. یعنی که عهده کاری این کار بسیار مشکل است یافتن سرپرستان، یعنی که سری وقت دادن
маош. بله بله. این بسیار یک مسئولیت کلان وای میکنه، گرچه که ما گفتیم که وقتی ما نامبر میکنیم چنین یک سرپرستوی شما در حیرت میمونید، یعنی که سرپرستویی که ما در پیش ما مینویسیم یا که در یک بسیار بسی خوب داریم، اتوبوس میگیم موزی. بله بله. شما میبینید که روشنی کلوب یعنی که بسیار یک کارهای خوب که پرزیدنت دسته ما گذرانده است. بعضی ما شما ندیدید یا بعضی ما کردیم که اما من دیدم بازار. دیدی؟ من دیدم. ماخرش شما ده. بله. یعنی ببینید که یک سه آشونه. بله بله. من میگم که در اگر شما در میهمانخانه 5 ستاره چه انمی یک بعضی هست که من باور کنید که در حیرت موندم، یعنی که همه برای چی است؟ همه برای بهبودی بله بله. فوتبال کلوب است. یعنی که بهبودی فوتبال کلوب این بهبودی فوتبال سرزمین ما است، تاجیکستان است. باشه. قبول است. نگاه نکرده به همه نقص و علت هایی که در اینجا برخی گفتیم و بعضا از کمبودی هایی که گفتیم، البته امسال دسته روشن یک گام خیلی گسترده گذاشت در سمت خوب تربیت کردن فوتبال بازان برای تیم منتخب و 3 نفر از بازیگران دسته روشن در منتخب تاجیکستان دعوت شدند و خوشا که 2 روز پیش شریدین بابایف توانست در بازی با تیمور شرقی هم یک گل خوب بزند، پاس گلوار هم داد. خلاص یعنی روشن از خود سر و صدا روشن کرد امسال. بله تشکر زیاد. این ما خیلی گفتیم، من برای سی دستان گفتم که ببینید که بازیگرانی که شما پرستش کردید، یعنی که در دست شما هستند. بله بله. و روشن کلوب امروز بیرق بردان سرزمین هستند. میخوام از فرصت استفاده برده فدراسیون فوتبال تمام مخلصامون و مخلصان اشدی روشنجان ما تبریک کنم که 3 نفر اگر ما جای یکم میگرفتیم یگان نفر نمیداشتیم چه لازم است این کاری ما چه معنا دارد؟ و امروز میبینیم که 3 نفر دعوت شدن، 2 نفرشون بازی کردن. بله. و با یک پیروزی بسیار خوب 5-0. بله. موضوع رو آمدیم سریعا همین سوالی که میخواستم برای شما بگویم. در همین روند همین موسم روشن بسیار گیله‌مندانه با فعالیت داوران نظر میکرد. تا کجا بودن من همین گیله های شما از داوران؟ گپ سر این که در اینجا ور بود، همه چیز معین میکرد، روشن میکرد، اما نظری شما، نظری راهبریت مثلا دیگر بود، نظری مخلصان دیگر بود. من همین یک چیز گفتنی هستم که وقتی که در 90 دقیقه من در اینجا میشستم چون متخصص فوتبال، من همون وقت میگفتم که برای چی نسبت روشن این قدر بی‌عدالتی است. در حقیقت اونجا هم بود که مثلا با اون بابا میشتیم خالمرزاده، من نشون میدادم که ببینید که گل 100% این کار کرده میشه. شما میدونید که روشن کلوب در تاجیکستان از جهت مخلص رقم اول است. بله. فکری ظاهر بابایف. دوم و سومش هم میدونیم. یکی دیده و دونسته در شهر کلوب در حضور 18000 13000 15000 10000 شما با خطای راه میتید. دیده و دونسته مثلا یک گل این کار کرده شد باشد. دوم کار این کار کرده میشه در دقیقه آخر با بازی گلبوکی واسه در دوره اول. بله. ما دیدیم که مخلص ما اشک میریخت. من دیدم با نزد من اومد. بله بله. ظاهر بابای چورابینی کنید. وقتی ما چورابینی میکنیم دوباره با 3 بازی در لیگ اول تو داوری کنید، این ممکن نیست. شما یا نگاه خودتون هم آدمایی که سردار داور هستید، شما چیکار کردید نسبت این کمانده؟ فرق نداره که یا و دیگر کمانده هست، کمانده دستایی که اونها هم از یعنی که سطح داوران ما داوران خوب هم داریم. بله بله. گلبراد صدالله، گلبراد صدالله، نسلو کبیروف، من عبدالله دولتوف، اینو سطح بلند دارن که بسیار داورانی هستن که از اینا عبرت آموزن. سایه جون زیندینوف داوری خوب. یعنی که باید که از اینا عبرت آموخت و در بازی هایی که مثلا بین این دسته هایی که در حقیقت اول قدرت هستن، استقلال مثال بگیریم، روشن فرض کنیم، بخش، خوجان و دیگر تیم هایی که در حقیقت همه میدونن که 5 گانه دن، یعنی که داوری باید با سطح بلند باید، یعنی که با خطایی باید رو نتین. وقتی این روز خطایی رو میتین ور هست کو، حتی باور میکنید وقتی ور دیده و دونسته، مثلا من یکی از
نمونه من به شما میگم که ما در بازی مثلا در 20 بازی که بهترین بازیگرامون رو از دست دادیم. ما در یکی از بازیگرا گیریم اما اولا گیریم اگر میافتونن 100% پنالتی است 100%. اینا همش میگن که خطایی شده است. این بازی با ارتش بود. با ارتش بود. بازی ایستاده خطی کی است؟ اول قدرت رو بازی میکنیم. یکی ما بازی میکنیم شیرین با بازی را با استقلال بازی نمیکند، بعد بازی نمیکنه با وحش. با همه خیلی ترجمه میگه که با بازی نمیکنه اول خطی وحش یا که با خطی استقلال. یعنی که چه فهمیدن ممکن است؟ یعنی که شما یا راه دارید که وای راه شما نادرست است. این من منظور شما رو من فهمیدم. نسبت داورو. بله. یعنی راهبری بر رئیس داوران یا که با فدراسیون فوتبال یک بار شما مثلا یک جماعت تشکیل کرده همین یک ببینید آخه همین ایشان از عهده همین داوری میبرن راهبری داورو یا که برای چی با این خطایا نسبت روشن کلوب من فکر می‌کنم که بسیار یک چاور است. قبول است گیله ها با قولی که بجا من فکر میکنم که مسئولین راهبریت داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان شما را شنیدن. البته خوب اکنون جنبش میکنیم. این موسم انجام شد. روشن در مقام 4. خوب در پیش چی نقشه خواهند؟ چون که اکنون به قولی که شما همچون یکی از مسئولان دسته روشن بیشتر فراختر امکانیت دارید که در سرگه کار نقشه ای را طرح‌ریزی کنید که آن نقشه روشن را به چمپیونی ببرد. روشن دسته ای هست که بار دیگر میگم که با این چنین مخلصان باید که فقط برای جای مدالای طلا و برنج بله باید باشه برای جام. آن خطایی که شد در اول خشخشایی که زیادی بود که در همین پسی سر کردیم من فکر میکنم که در این سال نمیشه. با فکر من باشه. با فکر میکنم که ما یک جایه با رئیس محترمون سرپرستامون رئیس شهر کلوب ما با سرمربی تیم و راهبریت تیم میخوایم که دیگر هیچ وقت ما 4 نشیم. چهرشف در روشن میماند یا نه؟ فکری من همین است که از چنانی که صحبتی که رئیس محترم کردن یعنی ایشان در کار هستند یعنی که در این موسم هم میستن. همین فکری من آن چیزی که من میدانم هم چهرشف کار میکند یا هم رستم خرجایف و دیگر مربیان و هم شما ما هم ما کار میکنیم. باشه. البته امیدوار هستیم که دسته روشن با قدرت و توان دیگر با موسم آینده آمادگی میبینند و البته انتظاری های مخلصان را برآورده میکنند. سپاس برای شما برای یک صحبت خوب و خوشتان. البته امیدوار هستیم که هدفهاتون عملی خواهند شد. دوستان عزیز یک صحبتی داشتیم با دیرکتور تکنیکی کلوب روشن کلوب ظاهر بابایف. از نام همه شما با اون کس اظهار سپاس. در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.